سلام و درود، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میپردازیم به این که چجوری طرز فکر رشد رو توی خودمون ایجاد کنیم. برای اینکه طرز فکر رشد رو توی خودمون ایجاد کنیم نیاز به تمرین و تغییر دیدگاه‌های درونی خودمون داریم. این تغییر یک شبه اتفاق نمیافته چون نگرش‌های ما یک شبه به وجود نیامدن. اما با قدم‌های کوچیک و مستمر میتونیم این طرز فکر رو توی زندگیمون به وجود بیاریم. توی ادامه چند تا راهکار عملی برای ایجاد طرز فکر رشد رو ارائه میدم براتون. اولین مورد پذیرش شکست به عنوان بخشی از مسیره. شکست ها رو به عنوان فرصتی برای یادگیری ببینین، نه نشانی از ناکامی. برای ایجاد طرز فکر رشد لازمه که نگرش خودتون رو نسبت به شکست تغییر بدین. هر بار که با یک شکست مواجه میشید از خودتون بپرسید از این تجربه چه چیزی میتونم یاد بگیرم؟ این سوال ساده به شما کمک میکنه به جای تمرکز روی اشتباه روی بهبود و پیشرفت خودتون تمرکز کنید. مورد بعدی استفاده از بازخوردها به عنوان راهنمای پیشرفته. بازخوردها به ویژه بازخوردهای منفی ممکنه اولش ناخوشایند به نظر برسن، اما اونها یکی از مهمترین منابع رشدن. به جای دفاعی عمل کردن در برابر نقدها از اونها به عنوان ابزاری برای یادگیری استفاده کنین. سعی کنین بازخوردها رو فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت اونها ببینین. مورد بعدی هدف گذاری کوچیک و قابل دستیابیه. گاهی افراد به دلیل هدف گذاری های بزرگ و غیر واقعی دچار ناامیدی میشن. به جای اینکه هدفی بسیار بزرگ برای خودتون تعیین کنین، اهداف کوچیک و قابل دستیابی تعیین کنین. این اهداف میتونن به شما کمک کنن تا با هر موفقیت کوچیکی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنین و به تدریج باور به توانایی رشد و پیشرفت توی خودتون تقویت کنین. مورد بعدی تاکید روی تلاش به جای استعداده. به جای تمرکز روی اینکه چقدر باهوش یا چقدر با استعداد هستین، روی میزان تلاشی که برای دستیابی به اهدافتون میذارین تمرکز کنین. تشویق خودتون به دلیل تلاش‌های مداوم حتی در صورت نرسیدن به نتیجه مطلوب یکی از اصلی ترین اصول طرز فکر رشده. به خودتون یادآوری کنین که موفقیت با تلاش مستمر و بهبود مهارت‌ها به دست میاد، نه با استعدادهای ذاتی. مورد بعدی خروج از منطقه امنه. یکی از اصول طرز فکر ثابت تلاش برای موندن توی منطقه امن و دوری از چالش‌ها هستش. برای ایجاد طرز فکر رشد باید خودتون رو به چالش بکشین و از منطقه امن خودتون خارج بشین. هر بار که با یک چالش جدید مواجه میشین و تلاش میکنین از اون عبور کنین، در واقع در حال توسعه طرز فکر رشد خودتون هستین. مورد بعدی یادگیری مستمر و پذیرش تغییره. طرز فکر رشد به معنای پذیرش این نکته است که همیشه جای یادگیری و پیشرفت وجود داره. خودتون رو به یادگیری مداوم و کسب مهارت‌های جدید عادت بدین. با مطالعه، شرکت توی دوره‌های آموزشی یا حتی جستجوی یادگیری مهارت‌های جدید توی حوزه‌های مختلف، این ذهنیت رو توی خودتون تقویت می‌کنین که همیشه میتونین بهتر و بهتر باشین. مورد بعدی تمرین تغییر زبان و افکاره. طرز فکر رشد با تغییر زبان و افکاری که درباره خودتون و توانایی هاتون دارین شروع میشه. به جای گفتن من نمیتونم، بگین من هنوز یاد نگرفتم. به جای اینکه بگین من توی این کار خوب نیستم، بگین من در حال یادگیری و پیشرفتم.
تغییر این جمله‌های ساده به شما کمک میکنه که با نگرشی مثبت‌تر به چالش‌هاتون نزدیک بشین. مورد بعدی جشن گرفتن پیشرفت‌های کوچیکه. حتی کوچیکترین پیشرفت‌ها رو هم جشن بگیرین. این کار باعث تقویت اعتماد به نفس شما میشه و ذهنیت شما رو به سمت پذیرش فرایند یادگیری و رشد هدایت میکنه. مثلا اگر امروز موفق شدین یک مهارت جدید یاد بگیرین یا یک مشکل کوچیک رو حل کنین، اون رو برای خودتون یک موفقیت در نظر بگیرین. مورد بعدی خودآگاهی و تأمله. یکی از مهمترین راه‌های تقویت طرز فکر رشد خودآگاهیه. این یعنی به طور منظم به عملکرد و تصمیمات خودتون فکر کنین. هر شب یا هر هفته یکم زمان بذارین و از خودتون بپرسین توی این مدت چه چیزایی یاد گرفتم؟ چجوری میتونم توی آینده بهتر بشم؟ این طرز فکر به شما کمک میکنه تا توی مسیر رشد خودتون رو بهتر بشناسین و روی بهبود مستمر کار کنین. مورد بعدی اینه که محیط اطراف خودتون رو اصلاح کنین. محیط اطراف شما نقش بسیار مهمی توی شکلگیری طرز فکر شما داره. سعی کنین خودتون رو با افراد و محیط‌هایی احاطه کنین که به رشد و یادگیری اهمیت میدن. سعی کنین با افرادی ارتباط داشته باشین یا توی محیط‌هایی قرار بگیرین که به رشد و یادگیری اهمیت میدن. کسایی که شما رو به چالش میکشن و تشویق میکنن که بهتر بشین میتونن به رشد ذهنی شما کمک کنن. در نهایت ایجاد طرز فکر رشد نیاز به تمرین مداوم و تغییر تدریجی نگرش‌ها داره. با پذیرش شکست‌ها، تمرکز روی تلاش‌ها و تمایل به یادگیری میتونیم به تدریج طرز فکر رشد رو توی زندگی خودمون به وجود بیاریم. خیلی ممنونم که منو تا اینجا همراهی کردین. خوشحال میشم اگر ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین تا بقیه تریدرها هم از این نکات ارزشمند استفاده کنن. حمایت شما به ما کمک میکنه که محتوای بهتر و تخصصی‌تری توی جامعه تریدری ارائه بدیم. خدا نگهدار.